گله رو دیدم یاد یه چیز افتادم. بزایی هستن که الان گله میبینی. علفم که ماشاءالله خدا رو شکر قوقا میکنه. بزا الان فصل شیردهیشون، شیر خوب. طبع شیر بز خنک واسه زردی بچه خوبه، واسه ریفلاکس بچه نوزاد خوبه. هر کسی میتونه یکی دو بار بیشتر یا کمتر از شیرش این فصل استفاده کنه، چون علف میخورن، علف تازه میخورن، شیرش هم عالیه واسه بچه. گوشتش هم خنک، شیرش هم عالیه.